با سلام خدمت فالوورهای عزیز. امروز میخوایم طرز سرویس ماشین اصلاح رو کاملا بهتون یاد بدیم. ماشین اصلاحی بیشتراش عموما در بیشتر مواقع به خاطر کثیف بودنه که کند کار میکنن، ضعیف کار میکنن. این ماشین اصلاح باید در بیشتر موارد بیایم بازشون کنیم و از این طریق که فنر داره، فنرها رو به این شکل در میاریم. وقتی که فنرها در اومد، تیغه ها به کلک راحت دیگه جدا میشن. تیغه ها رو میریزیم، در یک ظرفی قرار میدیم و کاملا روشون رو با مواد الکل یا تینر قرار میشونیم. میذاریم که مدتی در این مواد بمونه تا کاملا اون کثیفی هایی که در روی تیغه هست کاملا جدا بشه ازش. وقتی که جدا شد میذاریمش کنار حالا این مدتی. بعد میایم طریقه موتور رو تمیز میکنیم. براشوسای موتور کاملا باید تمیز بشه. وقتی که اینا تمیز شد میایم و شروع میکنیم پیچ های موتور رو باز میکنیم تا بتونیم ادامه کار رو انجام بدیم. پیچ های یه دوسو ریز میخوره که از دوسوهای پیش میشه. دوسو ریز باید استفاده کنیم. پیچ های بلندی داره. این پیچ ها باید چون مقدار ظریف هستن باید خیلی دقت بشه که سر پیچ ها خورده نشه که برای دفعات بعد به مشکل بر نخوریم. اما این دوست عزیزمون قبلا سر یکی از پیچ ها رو از بین برده. ماشین کاملا باز میشه و شروع میکنیم. حتما داخل اینو تمیز میکنیم با یه فرچه، با یه مسواک تمیز. مو خورده ها و تمام اون چیزی که داخلش هست رو میتونیم تمیز کنیم. در قسمت بغل موتور ببین چقدر الان اینجا کثیفه. اینا همه باعث میشه که در بین سیم پیچ ها بره، بین موتور بره، کثیف کنه. دو تا پیچ داره. این دو تا پیچ حتما باید باز کنیم تا بتونیم موتور رو کاملا دراریم. موتورهای اینا سیم پیچیه، از موتورهای سیم پیچه. الان شما اینجا نگاه کنید ببینید چقدر